اگه 12 سالته، 13، 14، 15 هر چند تو این بازه فرقی نداره. این ویدیو رو ببین یا حداقل سیو کن واسه زمانی که حوصله‌ات سر رفته بود بهش برگردی، چون میدونم بیشتر از همیشه بهش نیاز داری. چون من قطعا خودم رو میکشتم واسه همچین ویدیویی اگه تو این سن بودم. 100%. میدونم خانوادت بهت میگن، احتمالا معلمات بهت میگن، آدمایی مثل من تو یوتیوب و اینستاگرام هم بهت میگن که تو باید زندگی کنی. تو نباید بذاری اضطراب جلوی تجربه کردن تو رو بگیره. من خودم خیلی از تجربه ها رو به خاطر این موضوع از دست دادم. وقتی سنم پایین تر بود، خیلی نبود ولی میتونستم یکم بیشتر زندگی کنم. پشیمون نیستم ولی میتونم بگم یکم پشیمونم. تجربه های تو خیلی با ارزش‌تر و مهمتر از ترساتن. من فقط با سالار 12 ساله دارم صحبت میکنم. اینا سالای طلایی زندگیته، بدون استرس برای انجام هر کاری که هر وقت دلت میخواد. زندگیش کن. یه روز برمیگردی با خوشحالی بهش نگاه میکنی یا حتی با ناراحتی، چون قدیمه و بچگی توش احساسات فوق‌العاده قوی وجود داره که تو رو به سمت موفق شدن هل میده. حداقل چیزی که من تجربه کردم این بود. پس اگه تو اون سنی زندگی کن، چون پشیمون میشی. حالا که به اینجا رسیدیم ازت میخوام این ویدیو رو با اونی که بیشتر از همیشه بهش احتیاج داره شیر بکنی تا اونم بتونه از این ویدیو استفاده کنه، چون مطمئنم از شما بعد دیدن این ویدیو تشکر میکنه. و چنل سالار د پوشر رو سابسکرایب کن تا همیشه آپدیت بمونی.